ایرادی نداره. خب ما با همین روال شروع میکنیم قضیه تالنتمون رو. اولا که سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. امیدوارم که این قضیه بچه‌هایی که مستعد هستن چه تو ایران چه جای دیگه دنیا صداشون رو به کل بچه‌های ریاکشن باز تو یوتیوب برسونه، از اون طریق شناخته بشن. عرضم به حضورتون که اول خودتون رو معرفی کنید، یه بیوگرافی کلی به ما بدید، ممنونتون میشم. مرسی. من ساغر هستم، 16 سالمه، ترکیه زندگی میکنم. بسیار عالی. ما یه تیزر می‌خواستیم درست کنیم قبل این مسابقه که از بچه‌ای که برامون راه پیدا کردن به این مسابقه اون تیزر داشته باشیمشون، ولی خب هنوز آماده نشده. تا روزهای آینده این تیزر رو آماده می‌کنیم و میذاریم. خانم ساغر، از چند سالگی شروع به خوندن کردین شما؟ من تقریبا از 13 سالگی 12-13 سالگی شروع کردم. بسیار عالی. سازی که میزنین چیه؟ من ویولون میزنم. بله. پیانو هم تازه شروع کردم. بعضی از سازهای کوبه‌ای هم میزنم. مثل پرکاشن و نه، مثلا مثل کاخون، تیمپو. کاخون میزنید. بسیار عالی. خواننده مورد علاقتون کیه خانم ساغر؟ زیاد هست. چه سبکی بیشتر گوش میدید؟ سبک هیپ هاپ بیشتر میخونم، ولی پاپ هم در کنارش. آها، هیپ هاپ بیشتر میخونید. بله. پس تسلط به خوندن پاپ هم داریم. آره. ببینید خانم ساغر، چیزی که هست، ما تو تالنتمون میخوایم استفاده کنیم، شبایی که ما لایو میذاریم بچه‌ها میخوان اجرا کنن، ما 2 تا اجرا براش. آها، الان تصویرتون اومد. یه لحظه. آها، الان تصویرتون رو دارم. مرسی. بسیار عالی. خب خدا رو شکر موفق شدید. کلا فکر کدوم کنم شهر ترکیه هستین؟ برعکس بود. آها، دوربین کلا برعکس گذاشته بودی. آره منم نمیدونستم. هیچ ایرادی نداره. کدوم شهر ترکیه هستین؟ من یه شهر اوشاک هستم. اوشاک. سمت کجا؟ من خودم 2 سال ترکیه بودم. تقریبا سمت ازمیر و اینا هست. آها، ازمیر. بسیار عالی. اونجا که زمین لرزه نیومد؟ یه کوچولو اومد. خب بیشتر که همیشه سلامت باشید. پس هیپ هاپ و پاپ و اینا سبکایی که شما اجرا میکنید. بله. بسیار عالی. ما این قضیه تالنت رو شبایی که بچه‌ها میان بالا انتخاب خودشون همین اولین دور مسابقات رو میذاریم که 2 تا آهنگ انتخابی از خودشون برای ما اجرا کنن. شما سعی کنید 2 تا از بهترین کارهایی که میتونید ارائه بدید رو برای ما اجرا کنید. شبای بعدی ما براشون تم میذاریم. برای کسایی که میخوان بخونن مرحله‌های بعدی اگه راه پیدا کنید تم میذاریم. مثلا تم لاو بخونن، تم مثلا نمیدونم دیسلاو بخونن یا همچین حالتی. ولی برای شروع 2 تا آهنگ به انتخاب خودتون خانم ساغر لطف کنید برای ما اجرا کنید. اجرا اولتون رو ما گوش بدیم. بعد شما با پیانو میخواید بزنید یا فرقی نداره. شما گفتید یکیشو حالا با ساز باشه یکیش بدون ساز. آره، سعی کنید یه دونه‌شو با ساز بزنید که ما صداتون رو همراه با ملودی بشنویم، یه دونه‌ش هم بدون ساز بشه. متشکرم ازتون. باشه. مرسی. الان صدا اوکیه؟ بله صداتون. غرق گریم مثل یه قایق شکسته روی آبم، نمیتونم وقتی میدونم تو دامونی راحت بخوابم. بس دیگه تموم کنین بازی و نده اینقدر عذابم. من خیلی خرابم، خب من خیلی خرابم. بس دیگه آخه تو کی میخوای چیزی و به روز نیایی؟ من مغرور مثل سایه دنبالتم، تو فکر فراری. خیلی وقته ما 2 تا زیر یه سقفیم و نسبت نداری. بیا پای قسمت نذاری، پای قسمت نذاری.
ببخشید یک کوچولو خراب شد وسطاش. ایشیدادی نداره. خب این کار از کی بود؟ میشه معرفی کنید که بدونیم؟ بله این آهنگ از اشوان بود، غرق گریم. بله اشوان عزیز، غرق گریم. خب مرسی. برای کار دومتون آماده هستین الان؟ بله. یکم استرستون رو کمتر کنید ممنون میشم. نه استرس ندارم، اوکی ام میخوره دستم. آره متشکرم. حالا یه دونه بدون ملودی بخونید ببینید به چه صورت. حتما. متشکرم. دیگه اصلا نمونده نایی که بخوام بکنم بس من، دیگه پژمرده شدم رسما، خستم هرچی بگی یا هستم. آره خستم ولی هستم دیگه اصلا نمونده نایی که بخوام بکنم بس من، دیگه پژمرده شدم رسما، خستم هرچی بگی یا هستم. آره مستم ولی هستم دوباره با اون دستات، منو نوازشم کن دل من خونه، بیام از تو خرابشم کن، بیا منو بساز دوباره من با تو خوشم، چون دوباره با اومدنت همه جا رو روشن کن، دوباره با اون دستات منو نوازشم کن، دل من خونه، بیا از تو خرابشم کن، بیا منو بساز دوباره من با تو خوشم، چون دوباره با اومدنت همه جا رو روشن کن. این آهنگ از تتلو بود، نوازش دو. نوازش تتلو، بله بسیار عالی، خیلی هم لذت بخش بود. استعدادش رو که 100% دارید، از 12 سالگی هم که دارید میخونید و صداتون البته هنوز پختگی کامل نرسیده ولی خب دیگه برای ارائه واقعا یه چیزایی دارید. یه آهنگ کامل میتونید برای ما اجرا کنید به مدت 2-3 دقیقه؟ یه چیزی که آهنگ کامل؟ آره حتما. یه چند لحظه فقط صبر کنید من اینو. کدومو؟ آهنگ چشم روز برفی مرتضی پاشایی اوکیه؟ یکم بگو به کامنت توجه نکنم. الان میگه لحظه من یه پینیو ببندم. اینه. ممنون. هایت کنم. خب متشکرم. هایت شد. خب شما چی فرمودین؟ گفتم روز برفی مرتضی پاشایی اوکیه؟ روز برفی مرتضی پاشایی؟ بله. بسیار عالی. فقط کامل باشه، حدود 2-3 دقیقه که ما داشته باشیم تو لایو. متشکرم. مرسی. فقط یه لحظه من گامش اگه پیدا کنم. بله حتما. آرامش کامل. چشامو میبندم، میخوام هرچی غصه است بمیره که تو خواب یکی از سنم عطر تو پس بگیره، نمیشه عزیزم، نمیدونی عشق چقدر سینه سوزه، چه سخته آدم چشمی تاریکی شب بدوزه، همیشه شبا بیدار و روزا
خیره به عکس این شده کارم، دیگه طاقت ندارم. دلم میخواد یه جایی اون بر دنیا خودم رو جا بذارم، آخه عادت ندارم تو که نباشی خوابم نمیره، خیلی دلم میگیره، فراموشم نمیشه خاطره هامون، واسه من خیلی دیره. یه آدم چقدر طاقت غصه داره، لبم پا بذاره دوباره دوباره، به جایی رسیدم که با هیچکی حرفی ندارم نباشی، من هیچ حسی به روز برفی ندارم، نمیخوام بباره، شب و بیدار و روزا خیره به عکس این شده کارم، دیگه طاقت ندارم. دلم میخواد یه جایی اون بر دنیا خودم رو جا بذارم، آخه عادت ندارم تو که نباشی خوابم نمیره، خیلی دلم میگیره، فراموشم نمیشه خاطره هامون، واسه من خیلی دیره. متشکرم خانم ساغر، بسیار عالی بسیار عالی. فقط یه جایی صداتون میرفت میومد، بچه‌ها اذیت میشدن، مثل اینکه قطع و وصل میشد صدا، ولی نه خواهش می‌کنم، این مشکل اینترنت دیگه، اینترنت ایران یکم به هم ریخته. خیلی عالی بود، خیلی ممنونم. ما این لایو رو میذاریم برای پستمون، بعد از همون پست نظرسنجی و استوری میکنیم که بچه‌ها رأیشون رو به شما بدن. امیدوارم که حمایت و ساپورتتون میکنم. اگه صحبتی دارید با مردم، اگه صحبتی دارید که میخواید شنیده بشه، حتما بگید. آرزویی دارید نسبت به خوانندگی زنای ایرانی، خانم‌های ایرانی، اینا هم بیان کنید که ما در جریان باشیم. متشکرم. مرسی. امیدوارم که تمام خواننده‌های تو ایران، تمام خانوما و دخترها که 100% خیلی استعداد دارن، خیلی استعداد خوبی دارن، خیلی هنر خیلی خوبی دارن، بتونن مثل بقیه کشورها آزادانه اون چجوری بگم هنر خودشون نشون بدن، خیلی آزادانه، خیلی راحت. بسیار ما آرزو قلبی هممون همینه، چون بچه‌ای هستن که مستعد هستن. ما هم این بحث تالنت رو راه انداختیم بیشتر به خاطر اون استعدادهایی که نمیتونن به تالنتایی مثل صدا و سیما یا کشورهای دیگه، مثلا من و تو تالنت میذاره، شبکه‌های دیگه تالنت میذارن، خیلی سخته براشون. حداقل این یه بستری فراهم بشه براشون که بتونن شرکت کنن و خودشون رو نشون بدن. چه بسا که الان یوتیوبرهای جهانی بیشتر دیده میشن، بحث ریاکشن مطرح شده، اونجا میتونن صدای خودشون رو برسونن. این قضیه مداوم انجام خواهد شد، صورت میگیره. امیدوارم که موفق باشی خانم ساغر و ما این پست رو حتما میذاریم که برای اولین نظرسنجی تالنتمون شما حضور داشته باشید. متشکرم ازتون. مرسی، شبتون بخیر. ممنون از شما. مرسی. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی. سپاسگزارم.